الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه تجلی اخلاق اسلامی در قرآن مجید. همچنان با شما هستیم از مدینه منوره شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم. در عصر و زمانه‌ای که هر امتی به گذشته خودش افتخار میکنه و هر امتی به تاریخ خودش میباله، شایسته ترین امت روی زمین به این عزت و افتخار با عزت و اقتدار و بلکه به شهادت عزیز و غفار امتی نیست جز امت نبی مختار صلی الله علیه و سلم. امتی که مفتخر پیامبری چون رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته، امتی که مفتخر به این شهر و تاریخ این شهر مدینه منوره، امتی که به وجود تاریخ زرین خودش میباله و نه تنها به وجود تاریخ زرین خودش میباله بلکه به حال خود نیز میباله از این که مسلمانه و از این که پیامبری چون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رهبری اونها رو به عهده داشته و امروز هم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان امت نیست، دستوراتش، تعالیمش، سنتهاش در میان امت هست. گویی که خود رسول صلی الله علیه و سلم در میان امت هنوز موجوده و به دستوراتش و فرامینش عمل میشه. امروز از شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم قصد داریم با شما درباره اخلاقی که در برابر رسول الله صلی الله علیه و سلم لازم داشته باشیم سخن بگیم. امروز میخوایم با شما از جوار مسجد النبی که مفتخر به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم با شما درباره نبی صلی الله علیه و سلم صحبت بکنیم. امروز این افتخار رو داریم که از کنار حرم مبارکش، درباره نام مبارکش، درباره سنت مبارکش با شما هم کلام بشیم. یکی از اخلاقهای بسیار مهم، یکی از وظایف و بلکه یکی از حقوقی که انسان مسلمان باید در برابر پدر روحانی خودش و بلکه عزیزتر از پدران و بلکه هزاران جان پدر ما و خانواده ما، هزاران جان آبا و اجداد ما و نیاکان و فرزندان ما فدای نام رسول الله صلی الله علیه و سلم باد. اولین این حقوق تصدیق رسول الله صلی الله علیه و سلم، تأیید رسول الله صلی الله علیه و سلم، همون چیزی که ما در شهادتین گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اون لحظه‌ای که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به پیامبری پذیرفتیم و شهادت دادیم، به این معناست که روش رسول الله صلی الله علیه و سلم، منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم، سیرت اون حضرت صلی الله علیه و سلم که مجموع اینها رو به تعبیر بهتر میتونیم سنت حضرت صلی الله علیه و سلم بیان بکنیم، پذیرفتیم. سنتی که از طرف الله متعال تأیید شده، تصدیق شده. الله تعالی مهر تأیید زده بر اون. چرا؟ که این سنت منتسب به رسول الله صلی الله علیه و سلم، افعال رسول صلی الله علیه و سلم، گفتار رسول صلی الله علیه و سلم
سیمای ظاهری رسول الله صلی الله علیه و سلم و اون افعال و رفتار و سیمایی که اطرافیان در محضر رسول صلی الله علیه و سلم انجام دادن و ایشون سکوت فرمودند، مجموعه سنت تایید شده رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو الله تایید فرموده. الله متعال عقل و درک و فهم و مغز رسول صلی الله علیه و سلم رو تایید فرمود در این آیه مبارکه: ما ضل صاحبکم و ما غوی. یار شما، دوست شما، سرور شما گمراه نشده و به بیراه نرفته. سردار شما، یار شما گمراه نشده و به بیراه نرفته. زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تایید فرمود در این آیه مبارکه: و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. هیچ چیزی رو بر زبان نمی آره مگر این که از جانب الله تعالی به او وحی شده. قلب مبارکش رو تایید فرمود در این آیه مبارکه: ما کذب الفؤاد ما رأى. قلب اون چیزی رو که دید انکار نکرد. سینه مبارکش رو تایید فرمود در این آیه مبارکه: الم نشرح لك صدرک. آیا ما سینه تو رو ای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نگشودیم و فراخ نگرداندیم؟ معلمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تعلیم داد تایید فرمود: علمه شدید القوى. فرشته بسیار نیرومند به او تعلیم داده. چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تایید فرمود در این آیه مبارکه: ما زاغ البصر و ما طغى. دید منحرف نشد و سرکشی نکرد. اخلاق و رفتار رسول صلی الله علیه و سلم، حلم و بردباری رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تایید فرمود: حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. عزیز علیه ما عنتم. بر اون تلخ، سنگین و گرانه اون چیزی که بر شما میگذره، سختی های شما، مشکلات شما، حریص علیکم، بسیار حرص داره نسبت به شما، نسبت به سرنوشت شما، نسبت به خوشبختی شما، دین شما، دنیا و آخرت شما. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. به مؤمنان بسیار مهربانه، بسیار دل رحمه. و در یک کلام تمام وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تایید فرمود در این آیه مبارکه: و انک لعلی خلق عظیم. و شما در بالاترین درجه ها و مکارم اخلاقی جامعه قرار دارید. رسول الله صلی الله علیه و سلم همه تن از طرف الله متعال مورد تایید قرار گرفت. تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تایید کرد. واقع امر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تایید کرد. هرچند ما نیازی به شهادت تاریخ نداریم برای تایید رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تایید فرمود: یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم به قرآن حکیم که تو ای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از جمله فرستادگانی. قسم الله تعالی قسم یاد فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله فرستادگان علی صراط مستقیم و این که بر راه راسته و بر راه درست و مستقیمه و بر راه هدایته. و بلکه الله تعالی در سوره مبارکه حاقه آیات 40 و بعد آیات 44 و بعد فرمود: ولو تقول علینا بعض الاقاویل. نعوذ بالله. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ‌های رو ما نسبت میداد، بعضی چیزها رو از جانب خودش به ما نسبت میداد، ما شارک گردن او رو میزدیم. در ادامه آیات رسول الله صلی الله علیه و سلم به بهترین وجه ممکن دستور الله تعالی رو بندگان رسوند و مهر تایید گرفت. اون روزی که فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله تعالی اون روز نعمت خودش رو بر این امت تمام کرد، اسلام رو به عنوان دین بر این امت پذیرفت و راضی شد به این که اسلام دین این امت باشه. کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی می‌کردند، حتی مشرکینی که در مکه بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تایید کرده بودند. به صداقتش، به امانتش اعتماد داشتند، ایمان کامل داشتند. در اون داستانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بازسازی کعبه قبل از نبوت برای قرار دادن حجر بین مشرکین و قریش
جنگ در گرفته بود، تا جایی که قسم خورده بودن به خاطر ریختن خون، با هم پیمان بسته بودن بر سر این که اختلاف پیدا کرده بودن کی حجر الاسود رو سر جای خودش قرار بده و این افتخار رو هر قبیله دوست داشت که اون نصیبش بشه. عاقبت بر این توافق کردن که اولین شخصی که وارد مسجد شد به امر اون حکم میکنیم، هر چی گفت قبول میکنیم. همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم پای در مسجد الحرام گذاشتن، همه گفتن قد دخل علیکم الصادق الامین، انسانی راستگو، انسانی پاک، انسانی امانتدار بر شما وارد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نبوتش راستگو و صادق بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق آیات مختلف قرآن مجید مورد تأیید مشرکین قریش هم بود، حتی در صداقتش، در پاکیش، در درستکاریش. وقتی که الله تعالی در سوره مبارکه انعام آیه 33 فرمود ما میدانیم که این سینه مبارک شما به خاطر اون چیزهایی که اینها میگن تنگ میشه، نگران میشه. فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. ای رسول ما، اینها تو رو تکذیب نمیکنن، در صداقت تو، در پاکی تو، در راستی گفتار تو شک ندارن، اما این ظالمین آیات الله رو انکار میکنن از روی عناد، از روی تکبر، از ترس اینکه قدرت و منصب و مقام خودش رو از دست بدن، از روی غرور. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول تاریخ مورد تایید بود، هرچند که ما به گواهی تاریخ نیازی نداریم، اما به عنوان نمونه برای بعضی ها که شاید شبهه‌ای در دل اونها باشه، هرچی رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول تاریخ پیش بینی نمود اتفاق افتاد. اون لحظه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسیر هجرت مورد تعقیب قرار گرفته بود از طرف سراقه ابن مالک، و سراقه بعد از این که به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که چندین بار سرنگون شد رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم به او وعده داد که سراقه دستبندهای پادشاه ایران به دست تو خواهد افتاد. اون زیوراراتی رو که به دست میکرد پادشاه ایران به دست تو خواهد افتاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال آمدن به این شهر مقدس مدینه منوره از مکه‌ای که اخراج شد به خاطر ظلم، به خاطر ستم قریش، در مسیر راه که هیچ که فکر نمی کرد که یک روزی حتی در مدینه هم بتونه رسول الله صلی الله علیه و سلم دوام بیاره، بزرگترین امپراتوری وقت ایران پادشاهش رو هدف قرار داد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به این شخص سراقه وعده داد که دستبندهای او رو به دست خواهی کرد. 20 سال قبل از این که این اتفاق بیفته، حدود 20 سال، و بعدها در زمان خلافت فاروق اعظم رضی الله عنه ایران فتح شد و دستبندها و زیورالات پادشاه ایران وقتی به محضر امیر مؤمنان عمر ابن خطاب رضی الله عنه رسید، ندا کرد که سراقه ابن مالک کجا است. سراقه رو آوردن و اون وعده ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم سالها قبل داده بود از طریق وحی متحقق شد و دستبندهای شاه ایران به دست سراقه افتاد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین در اون روز سختی که در خندق دشمنان همه مدینه رو محاصره کرده بودند، در اون سرما و به صخره برخورد کردن مسلمین که نمیتونستن اون رو بشکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف فرما شدن. اولین کلنگی رو که به سنگ زدن گفتن کلید خزانه های ایران به من داده شد. با سنگ دوم، با ضربه دوم وعده دادند کاخه های شام رو. ضربه سوم وعده کاخهای یمن بود. در اون روز مشرکین میخندیدن که اینها از گرسنگی به شکم سنگ بستن، خوابهای پادشاهی ایران و یمن و شام و روم رو میبینن. اما این وعده طولی نکشید که متحقق شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وعده داد و یاران جان بر کفش این نتیجه رو دیدند و خزانه‌های ایران و خزانه‌های شام و خزانه‌های یمن در سالهای بعد به دست مسلمین افتاد و تأیید شد صداقت گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم. با ما باشید بعد از یک میان برنامه با ادامه مبحث. مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند.
تصدیق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اون صفاتی است که ما مسلمین باید به اون مزین بشیم. متاسفانه بسیار از ما در ظاهر این رو قبول داریم که سنت های رسول صلی الله علیه و سلم، گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم حقاً، اما وقتی در مقام مقایسه قرار میگیریم، وقتی که صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما گفته میشه و صحبت دیگری از شخص دیگری که قابل مقایسه نیست با رسول الله صلی الله علیه و سلم، شاید صحبت شخص دوم رو به این بهانه، به این توجیه که دانشمندی است، فیلسوفی است، علامه است، بزرگی است، مفکری است قبول میکنیم، اما صحبت های رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به سادگی از کنارش میگذاریم. اگر به ما بگن یک جمله انتخاب بکنید برای اینکه بنویسیم گوشه ای از تخته کلاس خودمون یا اینکه اون رو بفرستیم به صورت پیامی برای یکی از عزیزان خودمون، شاید کمتر به سراغ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بریم. شاید خدای نکرده حتی شرم داشته باشیم از اینکه نام رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در آخر جمله بنویسیم و ایشون رو به عنوان مدرک و سند مطرح بکنیم. اما از بردن نام بسیاری که حتی مسلمان هم نباشند شرم نداریم و با افتخار جملات اونها رو بنویسیم. تصدیق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اخلاق‌هایی که هر انسان مسلمان باید به اون مزین بشه، نه تنها زبانی بلکه با عمق وجود خودمون باید به این اعتقاد برسیم و اعتقاد داشته باشیم که هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده جز حق و حقیقت نیست، چرا که الله تعالی تایید فرمود و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هیچ چیزی رو به زبان نمیاره مگر اینکه بر اون وحی بشه. الله تعالی هر چیزی رو که فرموده جز حق و حقیقت نیست. به عنوان نمونه، علاوه بر نمونه‌های بسیاری که در تاریخ اتفاق افتاد از پیشگویی‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنچه که آنچه که امروز بشریت به اون مینازه و آنچه که امروز بشریت مسلمین رو متهم میکنه به عقب افتادگی، به عقب ماندگی، به اینکه اینها دوست دارن در قرن حجر زندگی بکنن، در کشتی نوح باقی بمونن و از این سری اتهامات واهی، به این ادعا که عصر اینترنت، عصر تکنولوژی، دیگه وقت این صحبت ها نیست، دیگه جایی برای این حرف ها نیست. غافلن از این که هر چقدر که روز به روز علم پیشرفت بکنه بیشتر زانو خواهد زد در برابر آیات قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، در تمام ابعاد زندگیش. به عنوان نمونه اگر بخوایم از این دریای بیکران چند نمونه رو از قرآن ذکر بکنیم، چند مدت مگر انسان به این پی برده، مگر چند قرنی بیشتر گذشته که انسان‌ها به این دست یافتن که این زمینه که به دور خورشید میگرده و به دور مداری میگرده و قبلا بر این باور بودن که خورشید به دور زمین میگرده. 1400 سال پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیه 40 سوره مبارکه یونس به بشریت گفت و فرمود که کل فی فلک یسبحون، همه در یک مداری در حال گردشند، همه در یک مداری در حال گردشن. زمین به دور خورشید در حال گردشه، سیارات دور خورشید به دور خورشید در حال گردشن، منظومه شمسی با تمام سیاراتش به دور ستاره دیگری در حال گردشه، تمام ذره ذره عالم در حال گردشن، از کوچکترین ذرات اتم که در حال گردش به دور هسته اتمن شروع بکنید بیایید بالا، از گردش دوستداران خانه خدا به دور خانه خدا تا گردش سیارات و کهکشان‌ها به دور هم، همه چی در حال گردشه. چرخه مرگ و زندگی، چرخه روز و شب، چرخه سرما و گرما در فصلهای مختلف سال. کلون فی فلک، خود این کلمه هم در حال گردشه از لحاظ لغوی. اگر چه از اول بخونید چه از آخر بخونید باز هم کلون فی فلک خواهد بود. مانند کلمه کبک، چه از اول خونده بشه بازم کبک، چه از آخر برابر خونده بشه بازم کبک. کلون فی فلک، خود کلمه هم از لحاظ لغوی در حال گردشه. مگر چند وقته که انسان‌ها به این رسیدن، به این حقیقت علمی دست پیدا کردن که رگ‌های عصبی که روی دست باعث میشه که
انسان گرما و سرما رو احساس بکنه. این رگ‌های عصبی که در روی پوست انسانن، این باعث میشه که انسان گرما و سرما رو احساس بکنه و اگر این رگ‌ها از بین برن، انسان گرما و سرمایی رو از جانب پوست بدن خودش احساس نخواهد کرد. الله تعالی از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش فرمود در سوره مبارکه نساء آیه 56: ان الذين كفروا سوف نصلیهم نارا، ان الذين كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا. کسانی که کافر شدن به آیات و نشانه های ما، اونها رو به زودی در جهنم وارد خواهیم کرد. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. هرگاه پوست اونها بریان میشه و میسوزه و از بین میره، ما این پوست رو تغییر میدیم، پوست دیگه ای به جاش میاریم. چرا؟ لیذوق العذاب، تا اینکه اینها عذاب بچشن. پشت سر هم متوالی و متوالی این طعم چشیدن عذاب جاری باشه. مگر چند مدته که انسان پی برده که موج آب به خاطر تغییر و تحولی که داره و مطلق آب باعث شکست مسیر نور میشه و مسیر نور رو تغییر میده و این شکست در موج دریا وقتی موجها روی موج قرار میگیرن انقدر زیاد میشه که به حالت انعکاس برمیگرده آب. نور در آب به حالت انعکاس برمیگرده به فضای خارج از آب و در اعماق اقیانوس ها تاریکی و ظلام پشت سر هم، تاریک و تاریک. هیچ نوری به عمق دریا و اقیانوس ها وقتی عمق زیاد میشه داخل نمیشه. الله تعالی در سوره مبارکه نور آیه 40 فرمود: او کظلمات فی بحر لجی، مانند اون تاریکی هایی که در ژرفای اقیانوس ها، دریاها. فی بحر لجی یخشاه موج، بالای اون موج، یخشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. اگر کسی بخواد دست خودش رو خارج بکنه هرگز دیده نمیشه، هرگز دیده نمیشه. و من یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که الله تعالی برای اون نوری قرار نده هیچ نوری نخواهد داشت. نه تنها درباره تاریخ، نه تنها درباره نجوم، نه تنها درباره دستاوردهای پزشکی، درباره مسائل فیزیکی. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده. آیه 104 سوره مبارکه انبیاء نظریه علمی بسیار عظیمی رو مطرح میکنه که فیزیک دانان انگشت به دهن موندن دربارش. روز قیامت روزی خواهد بود که ما آسمان ها رو در هم میپیچیم، کطی سجل للکتب، مانند در هم پیچیده شدن کتیبه هایی که روی اون در قدیم می نوشتن. پوستی بود قبلا، پوست های چرمی رو که می آوردن برای اون می نوشتن. اینها تا می شد، خود به خود جمع می شد. وقتی این رو باز می کردن و رها می کردن دوباره به حالت اولیه برمی گشت. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده. همون گونه مانند روز اول که خلقش کردیم و این داشت برمیگشت، دوباره اون رو بر خواهیم گردان به حالت اولیش. اون نیرویی که سبب آفرینش عالم شد و ستارگان و سیارات و باعث دور شدن از اونها میشه، روز به روز روزی باز خواهد ایستاد. مانند فنری که شما اون رو میکشین و وقتی رها بکنین به حالت اولیه خودش بر خواهد گشت. آسمان ها دوباره به حالت اولیه خودشون برمیگردن و اون روز انفجارهای عظیم و اتفاق خواهد افتاد و قیامت برپا میشه. بسیاری از مواردی رو که در کتاب‌های سنت از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده بجز آیات. اگر گفته بشه که اینها آیات قرآن مجیدن، این آیات رو کی به ما رسون؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و از همون منبعی که الله تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات خود رو فرستاده، وحی هم از همون منبع سرچشمه گرفته که خود الله تعالی فرمود: ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هر چی به زبان میاره اینها از جانب الله تعالی به وحی میشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم شگفتی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در اموری که به اون تاکید فرمودن، رمضان سر تا پا شگفتی برای روح و جسم انسان، تعالیمی که برای غذا خوردن در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موجوده، نظافت،
نماز، طهارت، مسائلی که در بحث‌های اجتماعی مطرح شده، در رابطه‌ها، در معاملات، در معاشرات، رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر بخوایم به این مسائل بپردازیم باید برنامه‌ها بگذاریم اختصاص بدیم. باید برنامه‌ها اختصاص بدیم به این موضوعات. تصدیق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تصدیق اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسونده به عنوان تعالیم دینی، تصدیق هر اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسیده در قالب سنت و اعتماد کامل به اون. این یکی از اخلاقهای بسیار مهمیه که ما باید مد نظر خودمون داشته باشیم. بحث دیگری که باید در قبال رسول الله صلی الله علیه و سلم از اخلاقهای مهمی که باید مد نظر ما باشه اینه که همیشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستیم. الله متعال در آیه 56 سوره مبارکه احزاب فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. الله و فرشتگانش به رسول الله صلی الله علیه و سلم درود میفرستند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای کسانی که ایمان آورده اید به او درود بفرستید پشت سر هم به پیاپی. الله تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم درود میفرسته. فرشتگان آسمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم درود میفرستند و ما را امر فرمود الله تعالی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که بر من یک بار درود بفرسته الله متعال 10 بار بر او درود خواهد فرستاد و الله تعالی فرشتگانی داره که در روی زمین میگردند و درودهای شما را میشنوند و به من میرسانند. هر درودی رو که انسان میفرسته به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرشتگان الله، فرشتگانی که مأمور رساندن این درود هستند خواهند گفت که به شما درود فرستاده شد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی بر منبر مسجد النبی قدم می‌گذاشتند و از منبر بالا می‌رفتند. فرمودند آمین. منبر دوم آمین. منبر سوم آمین. صحابه عرض کردند یا رسول الله سبب این آمین گفتن شما چی بود؟ حضرت فرمود وقتی بر منبر قدم گذاشتم حضرت جبرئیل امین علیه السلام آمد و گفت یا رسول الله نفرین بر اون شخصی که رمضان بگذره و گناهان اون بخشیده نشه. گفتم آمین. دومین پله نفرین بر اون شخصی که پدر و مادر خودش رو در پیری یا یکی از اونها رو دریابه و گناهانش بخشیده نشه با خدمت و نیکوکاری به اونها. گفتم آمین. و پله سوم نفرین بر شخصی که نام شما برده بشه و درود نفرسته. گفتم آمین. وقتی نام رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته میشه ما باید برای رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستیم و این ادب رو رعایت بکنیم. هرگز نام رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به تنهایی ذکر نکنیم، چرا که الله تعالی هیچگاه در قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو با نام کوچیکشون ذکر نکردن. هیچگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم با اسم یا محمد در قرآن مورد خطاب قرار نگرفت، بلکه الله تعالی همیشه یا ایها الرسول یا ایها النبی خطاب قرار دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، در حالی که بسیار از انبیا در قرآن کریم وقتی خطاب شدن با نام خودشون خطاب شدن. یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک، یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی، یا موسی اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض. اما هیچگاه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو با نام یا محمد خطاب نفرمود، بلکه همیشه یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل، با صفت رسالت، با صفت نبوت و صفاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. و جایی که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن ذکر گردید به همراه اسم رسالت و نبوت همراه شد. محمد رسول الله و ما محمد الا رسول
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. یکی از آدابی که در برابر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همه ما مسلمان ها واجبه اینه که هرگاه نام رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته شد بر ایشان درود بفرستیم و هرگز نام ایشون رو بدون پسوند یا پیشوندی استفاده نکنیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. از الله تعالی خواستاریم تا ما رو پیروانی واقعی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده و توفیق زیارت ایشون رو در روز قیامت از نزدیک نصیب همه ما بفرماید و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.